نوش نوش. سلام، به برنامه نانآور خوش آمدید. ما در این برنامه آمدیم به باغ وحش کابل. از این پشت پنجره هم خودم مسیر باید بترسد. باید نیخ میترسد. دیگه فعلا وقت غذا دادن شیرها بود، برشون غذا آوردیم. استحقاق هر شیر روزانه 9 کیلو گوشت است. دیگه یک خوردن هم میکنن که در ظرف 10 دقیقه تمام میشه. یک شیر یا دو شیر و یک شیر دیگه هم که در یک قفس دیگه است. دیدن این برنامه را امشب ساعت 9 است و فراموش نکنید. امروز مکمل کنار بزرگمردایی بودیم که در باغ وحش مسئول حفظ و مراقبت هستند. سخت کار میکنن تا اینکه این حیوانات بی زبان در آسایش و آرامش به سر ببرند. دیگه از قسمت‌های مختلف دیدار کردیم، در بعضی قفس‌ها هم داخل شدیم، از نزدیک هم مشاهده کردیم. دیگه ببینید این برنامه را حتما و لذت ببرید و تجربه داشته باشید. یک روز احساس بکنید که عمیقاً در دل طبیعت یا هم در دل باغ وحش قرار